کنه وارا در واقع آفت اصلی زنبور عسل محسوب میشه. این کنه در سایز 1/1.5 میلیمتر رنگ قهوه‌ای مایل به قرمز داره. تغذیه این از زنبور عسل به این صورته که روی زنبورهای بالغ به قسمت پشت سینه زنبورها میچسبه و از در واقع مایع میان بافتی زنبورها تغذیه میکنه. اما آسیب اصلی اون روی لاروهای زنبور هست. سیستم زندگی کنه وارا داخل کندو به این صورته که کنه های بالغ وارد در واقع حجره هایی در حال بسته شدن میشن. در اونجا تخم گذاری میکنن، نوزادانشون متولد میشن و بین 5 تا 7 تا نوزاد دارن. اونها داخل سلول همه بچه ها از همون لارو تغذیه میکنن و وقتی که زنبور متولد میشه میبینیم که ناقص الخلقه هستش. اگر شما دیدید که داخل کندو زنبور ناقص الخلقه هست، این یعنی این که دچار آسیب شدید از جانب کنه ها شده. به مرور در واقع جمعیت کلونی رو ضعیف میکنن. زنبورهای بالغ رو که از لحاظ جسمی ضعیف میکنن، نوزادانمون هم که ممکنه سایز ریزتر و یا ناقص الخلقه بشن که در این صورت در نهایت موجب کاهش جمعیت کندو و کاهش محصول میشن. نحوه شناسایی کنه داخل کندو به این صورته که اگر شما مرحله اول دیدید نوزاد ناقص الخلقه یا زنبور ریزی دیدید که عجیب باشه، خب این نشونه وضعیت حاد کنه داخل کندو هستش. اما اگر فقط روی بدن زنبورهاتون دارید کنه رو میبینید، این باز هم یعنی تعداد کنه ها بسیار زیاد هستش. اما یه موقع هست که کنه رو شما نمیبینید، علائمی هم نمیبینید، ولی میخواید مطمئن بشید که داخل کندو کنه‌ای وجود نداشته باشه. این چند تا روش داره. یک روش این که میتونید یه تعداد زنبور کارگر رو داخل یه قوطی بکنید، یه مقدار اتر در واقع روش بذارید با دستمالی چیزی، بیهوش میشن زنبورها، کنه ها هم بیهوش میشن. با یکم تکون دادن میتونید در واقع کنه ها رو ببینید که از بدن زنبورها جدا شدن، یا اینکه اونو داخل یخچال بذارید، بی‌حس میشن زنبورها و کنه ها باز با یه تکون دادن از همدیگه جدا میشن و کنه ها رو میتونید ببینید. یه روش دیگه هم این هستش که اون تعداد زنبوری که داخل قوطی ریختید روشون آبریکا بریزین، همون کار رو انجام ده. منتها تو این روش خب زنبورتون هم از دست میره. اما با این روش تعداد کنه ها رو به نسبت زنبورهایی از کندو آوردید ببینید، تقریبا نسبت کنه توی کندو رو میتونید متوجه بشید.